تازه انگارها، ایجاد نویسندگان نهانبین و ژرف پیما، اندیشه های کلیدی در درک معنی زندگی، هستی و راستی و آیین و عنعنه های اجدادی. تازه انگارها، ظهور آفریده های نوین و بهین ادیبان فلک سیر از رادیوی فرهنگ. شنوندگان گرامی، حالا گفتار ما را از روی سرای سنگ رمان تاریخی اتامیر خواجه در قرائت مؤلف بشنوید. آغاز گفتار پنجم. صبح بر وقت پدر و عمکش کمان و کمر کرده سوار شدند و به جنگ رفتند. اهل خانواده آنها را خاموش گسیل نمود. پس از ساعت در دیر زود روشانیان به دروازه ها هجوم بردند. بچه ها بر کوه دامنه های ده به تماشای محاربه برآمدند. گشت روز گریزا گریزی دشمن سر شد و خبر آمد که آنها به آن طرف دریای پنج گذشتند. از هر دهه 2-3 نفری سرباز هلاک گردید. از دهه آنها 1 نفر شکربیک آهنگر سخت زخمی شد و 10 روز پس وفات کرد. پدر و عمک بیبی انار بعد از 21 روز زنده و سلامت برگشتند. قباد مال کشته خدایی داد و مردم را با غلبه لشکر شغنان و روشان شادباش گفت. او دلاوری و کارنمایی سرلشکرشان منظرشاه را خیلی ستود و گفت که اسفل خان او را آقسخال چاسنود تعیین کرده است. یک ماه پس در روز جشن مهرگان بنا خواست منظرشاه همراه 4 نفر مرد خوشلباس به خانه اشان آمد. وقتی از اسبها فرآمدند بیبی انار و خواهرش در باغ خزان می رفتند. من وعده داده بودم که تو را به تماشای سگهایت می برم. خطاب کرد منظرشاه به بیبی انار و افزود اینک آمدم. قباد خبر یافته به پیشوازشان برآمد و هر یکی اش را آغوش کشیده سلام داد و به خانه در آورد. بیبی انار و خواهرش به گپ مهمان حیران شدند. او هیچ فکر نمیکرد که شخص مشهور چون منظرشاه به سراغ یک دخترک عادی نظرناگیر بیاید. باز پدرم را به یگان جنگ بردنی است. با اضطراب از دل گذراند دختر و همراه خواهرش دویده به خانه در آمدند تا به مادرشان یاری رسانند. پس از مدت مادرش که به خانه خوراک برده بود به آشخانه برگشت و با هیجان گفت بیبی جان من مژدگانی، اینها به خواستگاری تو آمدند و سرش را در کنار گرفت. بیبی انار را گویا برق زده باشد به زمین نشست و پرسید خواستگاری؟ برای کی؟ برای منظرشاه؟ منظرشاه از هیجان و حیا در گلوی دختر نم نماند. بله دخترم، منظرشاه تو را گرفتنی. اینها عمک و تقایهاش بودند. از همان راه دور به گلبانگ تو آمدند. تو چه میگویی؟ بیبی انار چیزی گفته نتوانست. یک باره گریه گلوگیرش کرد، سر به زانوان مادر نهاد و بی صدا گریست. مادر سرش را سیله کرد و گفت الهی خوشبخت شوی جگر پاره من. همین طور منظرشاه با بیبی انار ازدواج کرد و تا ریختن برف اول به خانه پدریش به دهه یورخ برد. نوار خاطره های شیرین بیبی انار را صدای سرخدمتگار آشا برکند. ولعمت مرده بابک را آوردند. غمخانه می روی یا نه؟ می روم، البته می روم عمک. بیبی انار از سنگ فرآمد و برای تبدیل لباس به خانه در آمد. بابک شکارچی معروف بود. خانه و در آباد داشت. چند سال پیش در جنگ بین شغنان و روشان اسیر افتاد و شاه شغنان محبت خان او را به زندان سرای سنگ افکند. 3 روز پیش خبر آمد که شاه با دست خودش او را پرانده است. بابک
از وفاداران منظرشاه بود. از این سبب زن و بچه های کلانش را که بزرگترینشان پسر 13 ساله بود به بدخشان برده فروختند. در خانه مادر پیر و پسر 4 ساله اش ماندند. بیبی انار هر ماه به واسطه آشا از شوهرش پنهان به پدر بابک آذوقه میفرستاد تا موسفید و نبیره‌اش بینوا نمانند. او همراه آشا به تسلیت رفت. ناموس. دهه وامر در حکم سبزه و گل بود. رود پرتغیان از دره زیبای ناپیدا کنار آن به شست به دریای پنج سرازیر شده، با هر موجش شمال مملو از بوی گل و گیاه و درختان کوهی را به هر سو می پراکند و شدت گرمی فصل خربوزه پز را کاهش می داد. زردآلوی تیره ماهی، سیب و امرود نارسید و جا جا انگور و ناک خوشمزه نظر ربایی می کردند. تابستان نازنین آبستن میوه و غله فراوان به آخر می رسید. گرما مردم را وادار می کرد که شبها بالای بام خواب کنند تا از هوای سیرون راحت افزا بهره‌مند گردند. ولی بیجاده ماه و شاهدوران سال پنجم است که از چنین نعمت محرومند. آنها مجبورند در خانه بخوابند. پدر و مادر بیجاده خلقیه بودند. آنها از بهار تا تیر ماه گاو و مال مردم را در ایلاق بانی کرده، از همین حساب آذوقه و اشغال جمع آورده آسوده عمر به سر می بردند. در آخر دهه نزدیک به جنگل انبوهی لب دریای پنج کلبه فقیرانه و زمین و باغ داشتند. صاحب 2 فرزند بیجاده و کمانگیر بودند. بیجاده 11 سال داشت که پدرش در وقت پادبانی از شخ افتاد و هلاک شد. بعد 2 سال مادرش دچار بغمدرد شدید گشت و پس از 8 ماه بیماری درگذشت. برادرش کمانگیر آن وقت 15 سال داشت و چون جوان پرقوت و چالاک بود به دربار حاکم روشان یوسف علی خان نوکرش گرفتند. خواهر و برادر غم و غصه مرگ والدان را پشت سر و اندکی قامت راست کردند که محبت خان بر روشان هجوم آورد و پس از 8 ماه محاصره قلعه برادرش یوسف علی خان همراه بیش از 100 نفر منصبدار و سرباز و بدخشان فراری شد. کمانگیر هم در این گروه بود. هشت ماه پرره لشکر محبت خان در وامر و دهات اطراف آن چه بیدادی هایی کرد. هر هفته به بهانه تیار کردن هیزم برای پختن خوراک و افروختن گلخن برای نوکران خانه آبادی را ویران می نمودند. 10-15 نوکر به خانه زده می در آمدند. مثل مور و ملخ به بام برآمده تیر و وسه ها را می کندند و به ویرانه تبدیل می دادند. مردان را می زدند، زنان را دستزور می کردند، دختران و پسران نورس را به نزد محبت خان می بردند. گاو و مال را کشته به آشخانه شاه می سپردند. وامر در حدود 200 بنه داشت. مردم از بیدادی گوش ناشنید به تدریج دیه را ترک کرده به کوههای اطراف رفت. مورد هجوم خانه های قرار می گرفتند که کسی از آنها در خدمت یوسف علی خان بود. کشت خزانی اهل ده پایمال، پالیز و باغات طلب و تاراج گردید. خانه بیجادما از مرکز دور باشد هم از آن که برادرش نوکر حاکم بود می توانست هر لحظه به هجوم سربازان گرفتار آید. دوست برادرش دارابشاه چند بار به خانه آمده او را تشویق کرد که گریزد. برایش مکان زندگی هم یافت، اما بیجادما
دل از خانه و درش کنده نمیتوانست. فکر میکرد که اگر گذار نوکران به خانه اش افتد به یک دختر یتیم مشتیپر رحم خواهند کرد. اینها به کسی رحم ندارند. میگفت دارابشاه التجا میکنم سادگی نکن، اگر با تو واقعی رخ دهد من خود را نمیبخشم. داراب اگر کمانگیر از محاصره آزاد شده به خانه آید و مرا نیابد چی گمان میکند؟ همراه من باشی چیزی نمیگوید. تو لااقل خویش دورم میبودی امکان داشت با تو روم مردم چی میگوید؟ حالا کسی در اندیشه کسی نیست بیجوده. برعکس اگر کمانگیر بفهمد که نوکران به تو زشتی روا دیدن مرا نمیبخشد. باور کن به گپم، حالا که فرصت هست بیا بگریزیم. نه من به جای نمیروم. قرار دختر قطعی بود و دارابشاه دانست که سخنش سود ندارد. اگر قرارت چنین باشد من تو را پاسبانی میکنم. دختر اظهار نارضایت کردنی شد، ولی دارابشاه به او فرصت لب گشودن نداده قطعی گفت خواهی نخواهی پای نوکری را که به این خانه قدم مینهد میشکنم. بار اول در 18 سال زندگی خود از سخن مرد دل بیجاده تکان خورد. او با چشمان میشی پرنور جوان نگریست. وجودش لبریز مهر گشت. دیده به زمین دوخت و گفت اختیار داریم. و خرامان تا به خورده به خانه در آمد و به آواز دامن گریه را سر داد. در یک خانه با دختری برایش نامحرم زندگی کردن از روی آداب نبود. بنابراین داراب در کنج باغ از سنگ چایلحکی ساخت. آن را با کهگل انداوه نمود. به فرشش پوستک ها گسترده به زمستان که نفس سردش پس از غروب آفتاب احساس میگشت آماده شد. روزانه کار خانه میکرد، به دختر یاری میرساند، بگاه گاو و مار را به آغل در آورده فارغ میشد و خوراک پخته بیجودما را تناول کرده خواب میرفت. دارابشاه اصلا بهروشانی بود. پدرش در جنگ دروازی ها شهید شده بود. یگانه خواهرش را افسر به اسارت برد. او و مادرش را سربازان تا آخرین رمق جان قمچینکاری کرده رفتند. بعد از سر پدر زندگیشان طاقت فرسا گشت. دارابشاه مجبور شد که خانه فقیرانش را در بهروشان پرتافته با مادرش به دهه سوناب برتنگ به خانه تقایش رود. سال بعد از علم مرگ شوهر و فراق دختر مادرش از عقل بیگانه شد. برادرش او را پرستاری میکرد، ولی دارابشاه دستنیگر تقایش شدن نخواست. بروشان فرامده در هر در خدمت کرده روز میگذراند. از قضا 2 سال پیش با کمانگیر دچار آمد و رفت و آمد به خانه او به دوستی تبدیل یافت. 1 ماه پیش وقتی که پس از محاربه 2 روزه در پستخوف لشکر روشان شکست خورد و در وامر قلعه‌بند شد، دارابشاه در بهروشان بود. او خبر شکست روشانیان را شنید و دلش برای دوستش کمانگیر به تشویش افتاد. زود به وامر آمد و از بیجادما دانست که کمانگیر زنده و سلامت بوده مثل دیگر لشکریان یوسف علی خان به محاصره افتاده است. از بس که دارابشاه به استقبال روز شوم هجوم به خانه دوستش باطیناً آماده بود، چون 6 نفر سوار شمشیردار قریب چاشتگاه جانب خانه آمدند، شویزد دیگزیش را به دست گرفته منتظر رسیدن سربازان شد. یکی به یادش آمد که بیجاده را آگاه نکرده است. دویده خانه در آمد و غلیان احساسش را در یک کنج قلب فرو نشاند و هرچی آرامتر گفت بیجاده ما نوکران آمدند. دختر آهی کشیده به لب تنور نشست. دارابشاه شویزن را سر کتف گذاشته در آستانه ایستاد. سواران رسیدند و جوان را دیده فریاد زدند این خانه کمانگیر است. داراب جواب نداد. سواران از اسب فرآمدند. مردی تنومند پهلوان صورت که یقینا سردارشان بود پرسید اوه بچه، تو بوت امانتی یا آدم؟ در خانه کی هست؟ چون دید که از جوان صدای نیست فرمان داد بگیریدش. 3 نوکر با شمشیرهای برهنه هجوم آوردند. دارابشاه از جان نجنبیده با 2 ضربه
2 نفر را به زمین غلطانده بود که سومش عقب نشست. سردار از مقابلت غیر انتظار و آرامانه جوان تعجب کرد و داد زد: چی ایستاده اید؟ بزنیدش! و خود به تماشا ایستاد. نوکران از نو به دارابشاه حمله کردند. وی هم 2 قدم پیش گذاشت و به حمله جوابی گذشت. یکی را از پا درآورد، اما شمشیر نوکر دوم به رانش رسید و شستش را گرداند. سومی شویزنش را قپیده به سوی خود کشید. دارابشاه سلاح را سر داد و به نوکر چسبید و هر دو به زمین غلیدند. نوکران خود را به بالای دارابشاه پرتافتند و پخشش کرده زیر باران مشت و لگد گرفتند که سردار فرمان داد: بندید! نوکران دستانش را بسته به پا راست کردند. لبش کفیده از ران راستش خون می چکید. 2 نوکری که اولین ضربه های دارابشاه را خورده بودند بیهوش می خوابیدند. سردار به نزد دارابشاه آمده دمی بر رویش نگاه کرد و پرسید: از نوکران منظرشاهی؟ دارابشاه خون لبانش را تف کرده با نفرت رقیبش را از نظر گذراند و باز خاموشی را اولا دانست. سردار را خاموشی جوان به خشم آورد. او با دسته قمچین چنان ضربه به سینه‌اش زد که پاهایش سست شدند و به زانو افتید. این هنگام صدای دختر از دهلیز بلند شد: التماس نکشید! سردار به دهلیز در آمد و از دست بیجادماغ کشیده بر روی حولی برآورد و پرسید: تو کیستی؟ صاحب خانه. تو خواهر کمانگیری؟ ها. این پلنگ کیست؟ با قمچین دارابشاه را نشان داده پرسید سردار. دختر دمی سکوت کرد و گفت: پسر خاله‌ام دارابشاه. او چی کار میکند در این خانه؟ مرا ترسبانی میکند. سردار به سر نوکران از پا در افتاده رفته آنها را با مدد همسلاحانش به تگ درخت سیب برد و به دختر امر داد: به سرشان 100 تیله آب ریز و زخم خاله بچت را بند. دختر همچنین کرد. تا بستن پای دارابشاه مدهوشان به جنبش در آمدند. سردار دسته فرمان داد که آنها را به اسبهایشان سوار کنند. چند مال گاو داری؟ پرسید او از بیجادماغ. 1 گاو با گوساله‌اش 10 بز گوسفند. مال و گاوش را به قلعه میبریم. و اندک توقف کرد و گفت: خودش را هم. نوکران به عاقل دویدند. یکی اشان پرسید: خانه را چپه کنیم؟ نه، راه دور، چوبش را بردن دشوار، بگذار ایستد. و به بیجاده رو آورد: چیزهای ضروریات را بگیر، تو و خاله بچه‌ات را به دربار میبریم. دارابشاه از شنیدن این گپ به جنبش در آمده نعره زد. سردار به او خطاب کرد: دندان گیز نکن مزدور، خدا گو که سرت را از تن جدا نکردم. بیجادماغ بخچه در دست از خانه برآمد، در را لک زد و اشکریزان گاو و مالش را حی کرده پیش پیش سواران به راه در آمد. دارابشاه با دستان بسته و کمند به میانش محکم لنگان لنگان از پس اسب سردار حرکت کرد. برای دارابشاه و دختر دوست داشته‌اش بیجادماغ تلخترین روزهای زندگی سر شدند. بیجادماغ را با گاو و مالش راست به دربار محبت خان بردند که در حولی آباد آقسخال حال و قلعه‌بندان وامر واقع بود. دارابشاه را در سرای پشت حولی حبس کردند. دختر را راست به خانه محبت خان در آوردند. محبت خان مردی بود قامت بلند، کلوتری سیر حرکت، چشمانش مایل به تنگی، بینه‌اش سیرگوشت اندک پچوق، اشکمش دمیده. ابروان سیرموی غفصش از آن شهادت می‌دادند که از مردم محلی نیست. در تنش کمزول خاکستری داشت که گریبان آستین‌هایش زردوزی بودند. بجز شاه با 3 مرد دیگر در کوشخانه نشسته بودند. محبت خان دختری چشمانش از گریه سرخیده و رویش ورم را با نگاه‌های بدخشمانه تند دقیقه معاینه کرد و پرسید: در قلعه کی دارد؟ برادرش نوکر است شاهم، جواب داد سردار دسته. چند سال است؟ 18 شاهم. کی دارد؟ یتیم است، 1 خاله بچه دارد که به بندیخانه فرستادم. به بندیخانه زنان برید، امر داد شاه. سردار از آستین دختر گرفته از حولی برآورد و پس از گذشتن 3 خانه به حولی کلان آورد که مردم آن را باجخانه می گفتند. به تق در زنی برآمد. سردار بیجادماغ را به آزار به جانبش تیله داد و گفت: تو امر شاه نگاه دار والعمد.
زن دختر را زود به خانه در آورد و به سردار گفت تصدق البته داد خدا. باجخانه از دیگر عمارت‌های دهه با آن فرق می‌کرد که حولی کلان با دو دروازه داشت. آن میدان بزرگی را اشغال می‌کرد و تنها آدمان با اعتماد حاکم روشان به آن اجازه ورود داشتند. بیجادما تنها همین را می‌دانست که خراج از مردم جمع آورده را به این جا آورده می‌سپردند. زن نام بیجادما و اصل و نسبش را پرسید و دیگر حرفی نزد. قفل آهنی دری را گشاده او را درون خانه‌چه تاریکی تیله داد و در را قفل کرد. بیجادما در این حجره نیم تاریک همراه 9 زن که از 20 سال زیاد نداشتند اندکی بیشتر از 7 ماه نشست. به بندی‌ها در یک شبانه روز یک خوراک اطاله مانند بی‌مزه می‌دادند و به اندازه گوش آدم نان ارزنی دندان شکن. در محبس بیجادما فهمید که شمار زنان و دختران بندی در باجخانه از 100-150 نفر زیاد بوده، همه‌شان را روزی سیاه انتظار است. در عاقل بندیشاه داد خدا دارابشاه را خیلی بازپرسی کرد، چون مطمئن گشت که جوان در حقیقت هم از امور دربار و درباریان یوسف علی خان دور است و مقابلتش تنها به خاطر دفاع از ناموس دختر خاله اش بوده است. امر داد که او را در عاقل بندیشاه بندی کنند. پیش از فرستادنش به محبس به کتفش تپ تپ زد و گفت بارک الله، بچه دلاور و پهلوان بوده ای، همین خیل باش. دارابشاه از این مهربانی ناگهانی کمی روح بلند گشت و تا رسیدن به محبس رهاره به خود اندیشید که چرا 2 نفر نوکر این مرد را معیب کرده باشد هم به جای حقارت به او آفرین خواند. بندیشاه یکی از کارداران دربار بوده است که خود در قلعه بندان مانده و زن و فرزندانش را با امر محبت خان حبس کرده عاقلش را برای شخصان شبهناک به زندان تبدیل دادند. در 4 خانه‌چه این عاقل تنگ بدبوی 23 نفر بندی در بالای پخال خفت و خیز می‌کردند. در بام و درش 1 نفری نوکر کمان و شمشیردار پاسبان می‌ایستادند. نوکران دارابشاه را درون تیله داده در را بستند. او تا عادت کردن چشمانش به تاریکی در کنج ایستاد. بندی‌ها بعضی بالای آخور، عده بالای فرش نشسته قسم صحبت می‌کردند. نفران خوابیده و چند تنهایی را اولا دانسته غرق فکر و خیالات خود بودند. وی دل و بیدلان خانه‌چه ها را یک یک از نظر گذراند و به پرسش ها پاسخ نداده بالاخره در پهلوی مرد سالخورده نشست. مرد کلان سال تا بعد هم نه در سر تار سفیدی داشت نه در ریش. زدن؟ پرسید مرد بران دارابشاه اشاره کرده. بله، کوتاه جواب داد دارابشاه و اکنون دریافت که پایش می سوزد. مرد پاچه شلوار را بالا کرد و جای زخم خورده را با دقت از نظر گذراند. بیجادما زخم را بسته باشد هم خونش هنوز می زهید. جوره این خیل نمی شود، جراحتت آماس می گیرد و دور نیست که شل بگردی. چی کنم؟ طاقت کن. مرد از نمدکی که در بالایش می نشست پاره کند، چخماق برآورد و در خسپاره ها آتش افروخت و پاره نمد را سوزانده به جراحت پخش کرد. دارابشاه لبهایش را به دندان گزیده سوزش درد را فرو برد. مرد با دستار جراحت را خیلی ماهرانه بست و سپس به تگ روزن رفته فریاد زد. سفیدک، ها سفیدک. پاسبان سر روزن آمده پرسید چی گپ داری داشادوران؟ بگو به من توتپیس و شلم کمال بیارن. چی میکنی؟ بسیار لازم است، فهمیدی؟ در عوضش چی میدی؟ لل گاو و سرگین خر ابله. سفیدک بلند خندید و گفت میدانم از تو همین قدر چیز میبراید موی سفید. شب یگان سرود عاشقانه بخوان، من روزی. باشد میخوانم، لیکن تو فراموش نکن عاشق بی توفیق.
شاهدوران نزد دارابشاه آمد و گفت بچم اگر اندامت بی‌قوتی کند زخمت دیر شفا می‌یابد. برای همین باید توتپیس بخوری. سپاس پدر برای غمخوریت، لیکن از شلم کمال دلم بی‌حضور می‌شود. بچم شلم رو نمیخوری، آن رو به زخمت میمالم که ورمش رو برگرداند. اکنون کاری کرده خواب رو. دارابشاه هرچند کوشید میژه ته کرده نتوانست. هرچند به چیزهای دیگر اندیشیدنی میشد، خیالش از همه جانب به سوی بیجاده ماه زیبا و رعنا میبرد. میاندیشید که وی رو به کجا برده باشند. خدا نکرده دامنش را حرام سازند. برای دارابشاه زندگی دیگر معنایی داشته نمیتواند. اگر سردار نوکران نمی بود، دارابشاه سربازان را یا میکشت یا زده مسلوق میکرد و دلدارش را گرفته میگریخت. ولی افسوس، داد خدا از او به قوت‌تر برآمد. افسوس. 100 دریغ که بیجاده ماه عزیزش را حفظ کرده نتوانست. از غایت خواری مشتانش را گره بست و چنان دندانهایش را به هم ساوید که غجراس زدند و فریاد گره خوردهش به نیم آواز از قفس سینه بیرون جهید. من این شغنی ها را میکشم. شاهدوران ندای جوان را شنید و به سویش خم شده با مهربانی پرسید کی را کشتنی پسرم؟ دارابشاه برای از دست رفتن اینان اختیارش خجالت کشید و نیمشنوا گفت هیچ کس را. دیگر فرصت از دست رفت. درباره کشتن پاسبانها فکر هم نکن بچم. اینها جوانان بد نیستند. گپ مرا میگیرند، یاری میدهند. برعکس دلشان را به دست دار. غیر از این اگر یگان نفرشان را آزار دهی، کلانترها روزت را از این بدتر میکنند. این گپ شاهدوران به جای تسکین بخشیدن علمهای دل دارابشاه را تازه کرد. او اعتراض نمود. پدر، آخر این شغنانی ها چه حق دارند که آمده در ملک ما بیدادی کنند؟ مردممان را بیخانه و در، باغ و راغمان را طلب و تاراج نمودند. به مادر و خواهرانمان هر گونه شیطنت را روا میبینند. نمیمانند که در وطنمان گشت و گذار کنیم. سخنهای نفرت آمیز دارابشاه را شنیده بندیان یک یک به نزد او و شاهدوران آمدن گرفتند. جوان میگفت و آنها خاموش به گپش گوش داده هر یک حرف تبالودش را تصدیق نموده سر می جنباندند. دارابشاه گپی دل آنها را می گفت. تا به کی در عاقل‌های تاریک نشسته منتظر می شویم که این طایفه به ما باز چه جبری روا می بینند؟ مگر ما حیوانیم؟ اگر همه ما یک و یک باره به شغنی ها هجوم کنیم، باور کنید یگان نفرشان از روشان جان به سلامت نمی برد. شنوندگان گرامی، شما گفتار را از روی سرای سنگ رمان تاریخی اتامیر خوجه در قرائت مؤلف شنیدید. انجام گفتار پنجم. برنامه را برایتان کارگردان زبیده محمد آماده و پخش کردند. شاد باشید.